در این درس انگلیسی من با شما راه‌های آموزش انگلیسی رو با فیلم و با موسیقی می‌فهمم و با شما قدم به قدم می‌فهمم که چگونه شما می‌تونید انگلیسی رو با فیلم و با موسیقی درست آموزید و از همه مهم با کدام فیلم و با کدام موسیقی ها. آموزش انگلیسی با فیلم و با موسیقی فایده های زیاد دارد. یعنی شما با مهنتی کم میتوانید کلمه های زیاد از خود کنید، عبارت ها را در جمله ها و در جاهای استفاده شون از خود کنید، ایدیوم ها از خود کنید و از همه مهم لیسنینگ شما با قوت میشه. یعنی شما میتونید شنوایی خود را بهتر و خوبتر کنید. برای آموزش زبان انگلیسی با فیلم و با موسیقی شما باید دو چیز را دانید. یکم این متدیون است، یعنی شما باید چی سر کنید، بعداً چیکار کنید، بعداً چیکار کنید. دوم این روی خط فیلم ها و موسیقی که شما باید با آنها زبان انگلیسی آموزید. زیرا فیلم ها و موسیقی که در زبان انگلیسی وجود دارند آنها با سطح‌های گوناگون جدا شدند و اگر شما از سطح خود 2 و یا 3 سطح بالا انتخاب کرده شما با آنها نمیتوانید زبان انگلیسی آموزید. زیرا فرض کردیم اگر شما نوآموز باشید و با سرود امینیم زبان انگلیسی مختنی شد شما تماما تکست رو نمیفهمید و در اینجا خطری است که حواس شما شکسته میشد و شما دوام دادن نمیتونید. برای همین در قسم دومی این درس من با شما روی خط فیلم ها و موسیقی رو میدیم که شما با آنها میتونید زبان انگلیسی آموزید. شما باید درک کنید که تنها با تماشای فیلم شما انگلیسی را از خود کرده نمیتونید. شما باید بسیارتر مهنت کنید و بسیارتر کار کنید. و یکم کاری که شما باید اجرا کنید این آماده کردن قلم و دفتر برای آموزش زبان انگلیسی است. زیرا این آموزش انگلیسی است و نه تنها تماشای آن برای وقت گذرانی. شما دفتر و قلم را تیار میکنید و در اینجا دو راه آموزش انگلیسی با فیلم ها است. یعنی یکم راه این اکستنسیوی است. وریانت اکستنسیوی آن است که شما یک فیلم را از اول تا به آخر تماشا میکنید، 1 ساعت، 1.5 ساعت یا 2 ساعت و از این فیلم شما برای خود مقصد میگذارید که از این فیلم من برای خود 10 کلمه، 20 کلمه یا 30 کلمه باید از خود کنم. و در رفت فیلم شما اون کلمه هایی که در نظر شما عجیب مینماید آنها را مینویسید و آنها را از خود میکنید. و دوم راه این راهی اینتنسیوی است. وریانت اینتنسیوی تماما دیگر است. در وریانت اینتنسیوی شما 3 یا 5 دقیقه یک پارچه فیلم را انتخاب میکنید و با آن انگلیسی می‌آموزید. نه وقتی که شما دفتر و قلم را آماده کردید شما همون پارچه 3 دقیقه یا 5 دقیقه فیلم را یکم به سوبتیتر تماشا میکنید و کوشش میکنید که فهمید. و دفعه دوم شما اون رو با سوبتیتر تماشا میکنید. وقتی که با سوبتیتر تماشا میکنید تقریبا 10 یا 15% باید شما معلومات بیشتر پیدا کنید آیدین پارچه‌ای که پیشتر تماشا کرده بودید. و در مراتب سوم شما با سوبتیتر اون رو تماشا میکنید و هر یک کلمه نو رو برای خود بنویسید. هر یک کلمه‌ای که نمیدونید اونها رو نویسنده میگیرید. و در قدم چهارم شما همه اون کلمه ها رو از لغات یا که از اینترنت گفته اونها رو مینویسید، ترجمه اونها رو از خود میکنید. و در قدم پنجم باز هم یک بار دیگر با سوبتیتر تماشا میکنید و در این حالت شما باید 100% معلوماتی که در اون فیلم است اون رو باید شما فهمید. یعنی در قدم پنجم البته شما باید 100% اون پارچه فیلم رو فهمید. و بعدا در قدم ششم شما با سوبتیتر و با پاوز تماشا میکنید. یعنی وقتی که هنرمند یک جمله رو میگوید با سوبتیتر شما تماشا میکنید و اون رو پاوز کرده تکرار میکنید. بعدا جمله دیگر رو پاوز میکنید تکرار میکنید، بعدا پاوز میکنید تکرار میکنید. خلاصه قدم ششم این شنوایی و تلفظ شما را درست میکنید. یعنی شما باید عیناً مثل انا همون اکتیوری که هنرمند جمله ها رو و کلمه ها رو تکرار کرده گیرید. چقدر که گفتیم الان که در قدم پنجم شما همه معلوماتی آن فیلم رو میدونید، در قدم ششم شما رو تجربه میکنید و در قدم هفتم و آخرین قدم شما باید بعد از یک روز یا که بعد از 2 روز برگشته اون پارچه رو از سر نو تماشا کنید. یعنی در اینجا این تکرار میشه و تکرار حتمی است زیرا شما باید کلمه هایی که نو مختلف اونها رو باید تکرار کنید. یعنی این است دوستان راهی اینتنسیوی آموزش زبان انگلیسی با فیلم. یک بار دیگر تکرار میکنم دوستان. یکم شما قلم و دفتر خود را تیار میکنید. دوم فیلم رو به سوبتیتر تماشا میکنید. سوم شما فیلم را با سوبتیتر تماشا میکنید. چهارم کلمه ها رو مینویسید و آنها را از خود میکنید. پنجم شما کلمه ها رو البته با ترجمه‌اش باید فهمید 100%
علاقه از خود میکنید. ششم اون رو با پاوز تماشا میکنید و تکرار میکنید و هفتم این تکراری پارچه فیلم است، یعنی شما بعد از یک روز که دو روز برگشته اون پارچه رو از سر نو تماشا میکنید. و اکنون میگذاریم با آموزش انگلیسی با موسیقی. وریانت موسیقی هم چنین است، یعنی هست وریانت اکستنسیوی و هست وریانت اینتنسیوی. در وریانت اکستنسیوی و مثل اولا شما سرود رو از اول تا به آخر گوش میکنید و از بین آن شما انتخاب میکنید 4 5 یا تا 10 کلمه از این سرود رو انتخاب میکنید و آنها را از خود میکنید. و این واسطه شما میتونید با سرودهای گوناگون کلمه ها و عباره های گوناگون از خود کنید. آموزش انگلیسی با موسیقی در وریانت اینتنسیوی با مثل فیلم ها است، یعنی در یکم مراتبه شما سرود را پورا گوش میکنید، در مراتبه دوم شما گوش میکنید و کوشش میکنید که نویسید اون کلمه و عباره هایی که شما میشنوید، لیریکای اون را کوشش میکنید که نویسید متن سرود رو. در قدم سوم وقتی که شما اون را با متنش تماشا میکنید شما کلمه و عباره های اکثریت آنها را میفهمید و فهمیش شما زیادتر میشه نظر به قدم های پیشینه. در قدم چهارم کلمه ها و عباره ها را می نویسید و آنها را از خود میکنید و در قدم پنجم شما واقعی 100% باید اون سرود رو فهمید. و همچون مثل پیشینه در قدم ششم شما با پاوزه سرود رو یک بار دیگر تکرار میکنید و در قدم هفتم شما میتونید اون رو دوام روز یا که دوام هفته یا که دوام ماه باید آن را تکرار کنید و آموزید. این بود دوستان راه‌های آموزش انگلیسی با فیلم و با موسیقی، یعنی ما با شما دو راه را گفتیم، اکستنسیوی و اینتنسیوی. اکنون ما میگذاریم به قسم دوم درس و ما با شما روی خط فیلم ها و سرودهای رو میدهیم که شما میتونید از آنها استفاده برده زبان انگلیسی آموزید. انگلیسی رو با فیلم ها گوناگون نمیزنن، بعضی ها با سلسله فیلم ها استفاده میکنن، بعضی ها با مولتیکا یعنی فیلم های تصویری و بعضی ها با فیلم های حجوی یا اینکه دیگر نمود فیلم های یک سری و شما میتونید از هر سه اینها گوناگون استفاده برید و یکم سریال یا که سلسله فیلمی که برای شما من توصیه میدهم همچون ناموست این سلسله فیلمی اکسترا هست. اکسترا این مخصوص فیلمی است که برای آموزش زبان انگلیسی پیشنهاد شده است و هر یک سری آن زبان انگلیسی مشکل‌تر و مشکل‌تر شدن میگیرد و شما برابر آن اکتوران برابر آن هنرمندان زبان انگلیسی رو خود رو ترقی کرده میتوانید. یعنی فیلمی اکسترا در خط یکم. فیلم دومی که من برای شما توصیه میدهم این فیلمی Mind Your Language است. این سلسله فیلم است و هر یک سری آن حجوی است. به نهایت فیلمی خوب است. شما میتونید با واسطه این فیلم هم زبان انگلیسی آموزید و هم راحت کنید و استراحت کنید. فیلم تصویری که من برای شما توصیه میدهم برای آموزش این سلسله فیلمی یا که سلسله مولت فیلمی پیپر پیگ است. پیپر پیگ هر یک حادثه آن در حالت‌های گوناگون استفاده برده می شود و شما میتونید کلمه و عباره‌های گوناگون را آموزید و دوامکی هر یک سری آن از 4 تا 10 دقیقه است. یعنی این فیلم های کوتاه هست، شما میتونید در یک نشستن یک سری آن را از خود کرده کلمه های آن را آموزید. دوم فیلم تصویری که من برای شما توصیه میدهم این فیلمی تصویری آپ است. این فیلم یک سری است، در آنجا دیالوگ کم است اما کلمه های مهم به نهایت زیاد است. همچون فیلمی یگانه یعنی یک سری یکم فیلمی که من برای شما توصیه میدهم این فیلمی The Jungle Book است، یعنی که فیلمی ماوگلی. فیلم ماوگلی اکثریت باور دارم که مولت فیلمی آن را شما دیدید و فیلم آن دیالوگ کم دارد اما کلمه های مهم و سر استعمال در آنجا زیاد هستند. و فیلم دیگری که من برای شما توصیه میدهم برای آموزش این فیلمی فورست گامپ است. فورست گامپ این فیلمی است که به نهایت مشهور و فیلمی از همه دوست داشته جک ما هست. My favorite movie, Forrest Gump. شما میتونید با این فیلم باز کلمه های به نهایت زیاد آموزید و از ساحه های گوناگون، زیرا یک قسم فیلم در دهه میگذرد، یک قسم فیلم در دور خدمت میگذرد، یک قسم فیلم در شهر میگذرد. خلاصه شما کلمه و عباره های جایهای گوناگون رو میتونید از این فیلم از خود کنید و اگر شما آموزنده باشید و زبان انگلیسی رو میدونید پس بهترین وریانت این انتخاب فیلم های دوست داشته خود شما است. یعنی فیلم هایی را که الان شما با زبان روسی یا تاجیکی تماشا کردید و متن اون را اکثریت جایها اون را میدونید، شما میتونید اونها را از اینترنت دریافت کرد تماشا کنید، زیرا وقتی که شما با فیلم شناسید میدونید که در کجا هنرمندان چی میگویند، پس اون کلمه ها رو شما تستر و خوبتر از خود کرده میتونید. خودی من نیست از این متد استفاده بردم، یعنی من فیلم های دوست داشته خود رو که با زبان روسی اونها رو تماشا کردم، اونها رو انگلیسیشون رو میگیرم و تماشا میکنم.
فیلم دوست داشته من این فیلم فارساژ است و من فیلم فارساژ رو با زبان انگلیسی ممکن یگان 10 یا اینکه 15 بار بعد تماشا کرده باشم. خلاصه دوستان، آموزش انگلیسی با فیلم و با موسیقی به نهایت راهی شوق‌آور است و راهی آسان است. شما شنوایی خود را بهتر و خوبتر کرده میتونید و برای کمک شما برای بهتر از خود کردن شما با فیلم و با موسیقی در این پلیلیست ما با پلیلیست انگلیسی با کینو ما های انگلیسی رو با کینو تشکیل کردیم و در پلیلیست دیگر شما میتونید انگلیسی رو با موسیقی آموزید. یعنی ما صورت های مشهور رو تحلیل کردیم و شما میتونید از اونها تماشا کرده اونها رو آموزید و با این متد هایی که من برای شما امروز گفتم و اینکه متد هایی که در این فیلم ها ما استفاده بردیم که موسیقی شما میتونید انگلیسی خود را پر کنید و آن را با فیلم و انگلیسی آموزید. این بود دوستان درس نوی زبان آموز آیدی چگونه اسهول کردن انگلیسی با فیلم و با موسیقی. اگر این ویدیو درس برای شما معقول شد پس لایک را فراموش نکنید و حتما به کانال ما در یوتیوب و صفحه ما در فیسبوک ابونه شوید و هر هفته با ما زبان انگلیسی آموزید. تا درس های دیگر دوستان، بای.